مذهب حنفی، اگر کسی پیرو یک مذهبی باشد مثل مذهب حنفی، آیا میتواند از مذاهب دیگر نیز پیروی کند؟ ایشون در سوالشون یک نقطه جالبی رو در واقع مطرح کردند که شما در تکرار سوالشون نگفتید اون مطلب رو. ایشون گفتند که به خاطر آسانی، به خاطر اینکه فلان مذهب ساده تر هست و آسان تر هست، آیا ما میتوانیم قول امام مذهب خودمان را ترک بکنیم یا اون عالمی رو که بهش اعتماد داریم قول اون رو ترک بکنیم زیرا که فتواش سخت تر هست، برویم یک فتوا یک مجتهد دیگر یا یک مذهب دیگر رو در این زمینه ما بر اون عمل بکنیم؟ یک نقطه اساسی رو در این زمینه ما باید مد نظر داشته باشیم که اختلافاتی که در میان مجتهدین وجود داره، در میان مذاهب و ائمه فقهی در واقع وجود داره، اینها یک نوع دیدگاهی هستند که نسبت به ثبوت یا عدم ثبوت دلیل در واقع دارند. نوع برداشتی هست که از یک آیه یا از یک حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دارند. آیا این روایت ثابت هست، صحیح هست یا صحیح نیست؟ هر امامی بنابر اون چیزی که به اون رسیده بر اون عمل میکنند. یعنی اگر یک حدیثی از یک طریق ضعیفی به امام شافعی رحمت الله علیه رسیده باشد، خب بر آن عمل نمیکند، اما امکان دارد که همین حدیث با طریق صحیح به امام احمد مثلا رسیده باشد، امام احمد بر اون عمل میکند. این اختلافاتی که در میان مذاهب اهل سنت و الجماعت هست، اختلاف تنوع هست، اختلاف تضاد نیست، یعنی نشانه‌ای بر پویا بودن فقه اسلامی هست و گسترده بودن مجال اجتهاد در شریعت اسلامی هست. اختلاف تضادی نیست که یکی دیگر را نفی بکند و دفع بکند، قابل جمع در واقع نباشد. این یک مطلب. از نظر شرعی جایز هست هر کسی به هر مذهبی و به هر امامی، به هر عالم و مفتی که باور دارد از قول اون اتباع بکند و پیروی بکند. شما از یک فردی عالمی به علمش، به درایتش، به تقوایش، به اجتهادش در واقع باور دارید، اونو تجربه کردید، میدونید که عالم متمکنی هست، پرهیزگاری هست، میگه هر چی فتوا بده حتما فتوای فلان عالم رو در واقع قبول دارم. هر عالمی باشد. اگر از این عالم بزرگتری رو دیدید و مطمئن‌تر شدید که این عالم در واقع که من تازه پیدا کردم استاد اون عالم قبلی هست، حرفهایش قوی‌تر هست، دلایلش محکم‌تر هست، همیشه با دلیل صحبت می‌کند و بیشتر شما رو میتواند قانع بکند، خب میتوانید بر حرف اون در واقع عمل بکنید. یعنی لازم نیست که یک فردی خودش را مجبور بکند که من 100% حرف فلانی رو قبول دارم، حرف دیگران را به هیچ عنوان من قبول نمی کنم. خب شاید اون کسی که شما حرفش رو قبول نمی کنید علمش بیشتر باشه، استدلالش قوی تر باشه. از نظر شرعی عرض کردم قبلا و بارها توضیح دادم که اصول مذاهب اربعه اهل سنت و الجماعت عمل بر قرآن هست. در مرحله اول این اولین منبع فقهی قرآن هست و بعد از آن سنت رسول الله هست و اجماع و در مرحله چهارم قیاس هست. این 4 اصل در واقع متفق علیه هستند در میان 4 مذهب اهل سنت و الجماعت. تمام ائمه بر حدیث عمل کردند. امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل و بقیه ائمه محدثین و فقها اصلشون بر این بوده که اولین منبع استدلال و استنباط احکام از آیات قرآن بوده و بعد از آن از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر برای من به عنوان یک حنفی مذهب یا برای شما به عنوان یک شافعی مذهب یا برای فرد دیگری به عنوان یک حنبلی مذهب برای من ثابت شد که قولی فتوایی که در کتاب‌های فقهی ما نوشته در مذهب ما وجود دارد این مخالف هست با یک حدیث صحیح، علما تحقیق کردن که بله در این زمینه یک حدیث صحیح وجود دارد، اما اون کسی که این کتاب فقهی را نوشته، اون امامی که این فتوا را داده، این حدیث صحیح با طرق صحیح به اون نرسیده باشه. از نظر شرعی ما می توانیم که اون مذهبی دیگر رو بر اون عمل بکنیم. وقتی که مطمئن شدیم که مذهبی دیگر دلیلش قوی تر هست، دلیل صحیح و صریحی دارند از احادیث رسول الله یا از آیات قرآن کریم، ما می توانیم که بر اون در واقع عمل بکنیم. این هیچ گونه تضادی با مذهب من نداره. مذهب من قرآن و سنت، مذهب امام ابو حنیفه، مالک، شافعی، همه این بزرگواران در واقع اقوالی از اینها نقل شده که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمودند که اذا صح الحديث فهو مذهبی، هرگاه که حدیث صحیح شد مذهب من اون حدیث است. اگر ما مطمئن شدیم که یک حدیثی صحیح هست، پس بنابراین اگر بر این حدیث صحیح عمل کردیم، پس بر قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عمل کردیم. امام شافعی رحمت الله علیه میگوید که هرگاه قول من با قول رسول الله تضاد داشت، حرف من رو به دیوار بزنید. یعنی تمام این ائمه
ائمه بزرگوار منبع اصلیشون قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده. اگر برای یک طالب علمی، برای یک فرد عادی که تحقیق کرده بود یا از یک عالم پرسیده بود، به این نتیجه رسید که فلان حکم در مذهب من مرجوحه و فلان مذهب صحیح تر هست، قوی تر هست، به قرآن و سنت نزدیک تر هست، از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی ندارد که به خاطر این که بر قول دقیق تر و قول راجح عمل بکنه، اشکال ندارد که من این مذهب خودم رو ترک بکنم، مذهب دیگر رو، یعنی در این مسئله بر اون عمل بکنم، هیچ گونه اشکالی نداره. این متفق علیه است. اما مورد دیگری هست که فقط به خاطر تتبع رخص هست. اون گونه که در سوال این خواهرمون اومده بود که به خاطر این که فلان مذهب آسانتر هست من عمل میکنم. من به عنوان به طور مثال یک حنفی بالفرض معتقد بر این باشم که خون شکننده وضو هست، بر این باور دارم که مذهب من قوی تر هست، صحیح تر هست، اما در یک جای ما میبینیم که چون که امام شافعی مثلا گفته یا بقیه مذاهب گفتند که با خون وضو نمیشکند، چون که اون آسان تر هست من با این انگیزه میرم بر این عمل بکنم، این جایز نیست، زیرا که من با قناعت قلبی بر این عمل نکردم. اگر واقعا به این نتیجه برسم که دلیلشون قوی تر هست، هیچ گونه اشکالی نداره، اما صرفا به خاطر این که در واقع فلان مذهب ساده تر هست، چون این اجازه رو ما نداریم. به طور مثال یک شافعی که در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه که زن و شوهر یا یک زن و مرد نامحرم دستشون به هم دیگر بخورد، پوست بدنشون به هم دیگر تماس پیدا بکند، وضو باطل میشه. خب این مذهب امام شافعی رحمت الله علیه است. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باطل نمی شود، صرفا چون که مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در این زمینه ساده تر هست، هیچ شافعی حق ندارد که بر این عمل بکند. اگر به این نتیجه رسید که واقعا مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در این زمینه قوی تر هست، دلیلش محکم تر هست، هیچ گونه اشکال نداره، اما به خاطر و به انگیزه آسانی این از نظر شرعی جایز نیست. این زیرا که این منجر به این می شود که دین برای ما در واقع اهمیتی قائل براش نیستیم. هر عالمی که فتوای ساده تری داد، در واقع ما میریم بر اون عمل بکنیم. اگر بر تمام رخصت ها ما عمل بکنیم، در واقع دین از بین خواهد رفت. اگر بر روی تحقیق باشد و رسیدن به یک دلیل علمی باشد، اشکال ندارد، اما اگر صرفاً به خاطر تتبع رخص و آسانی باشد، چون این چیزی از نظر شرعی جایز نیست. 40 یاسین ثواب داره یا نه؟ آیا واقعا کسی که 40 یاسین بخونه و هر دعایی یا هر مشکلی داشته باشه حل میشه یا نه؟ در مورد در سوره یاسین روایات مختلفی در واقع نقل شده که نسبت داده می شوند به رسول الله صلی الله علیه و سلم. به عنوان یک قاعده من عرض می کنم که در مورد فضیلت سوره یاسین هیچ گونه حدیث صحیح وجود ندارد. در مورد فضایل سوره یاسین هیچ گونه روایتی که صحیح باشد و ما مطمئن باشیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم این روایت را فرمودند، چون این چیزی وجود ندارد. همون فضیلتی را که بقیه آیات قرآن دارند، سوره یاسین هم دارد، کلام الله متعال است. اما فضیلت ویژه‌ای و خصوصی که سوره یاسین داشته باشد و سوره های دیگر نداشته باشند، چنین فضیلتی و چنین خاصیتی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. در این زمینه روایات متعددی هست. یک از روایاتی که خیلی در این زمینه معروف است که بر سر زبان عامه مردم هم افتاده، این است که یاسین میگویند که قلب قرآن هست. ان لكل شيء قلبا و قلب القرآن یاسین، که این جمله را که میگن حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم از در ادامه این مطلب اومده که من قرأها فكأنما قرأ القرآن 10 مرات، هر کسی که سوره یاسین را بخواند گویا که قرآن را 10 مرتبه خونده. این روایتی نیست، صحیح نیست از رسول الله صلی الله علیه و سلم. عرض کردم که به صورت کلی در مورد فضیلت سوره یاسین هیچ گونه حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل نشده. و در مورد این که در واقع 40 بار سوره یاسین رو بخونند و این مشکلات رو در واقع حل میکند، این هم یه حدیث موضوعی هست، حدیث باطلی هست که نسبت دادنش به رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع درست نیست. اصل این روایتی هست که در اون روایت اومده که یاسین لما قرأت له،
یاسین یا سورة یاسین لما قرأت له، برای به هر منظوری که بخوانی اون منظور تو برآورده می شود. امام سخاوی و خطابی و دیگران گفتند که این اصل نداره، این روایت نیست، دروغ هست که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو در واقع بستن. پس بنابراین در مورد فضیلت سوره یاسین، خصوصیت سوره یاسین که برای اجابت دعا باشه، برای مردگان بخونند، بر روی مرده بخونند، برای ایصال ثواب به مرده بخونند، برای حل شدن مشکلات بخونند یا برای موارد دیگر بخونند، هیچ گونه دلیل صحیحی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. از این که بگذاریم، بسیاری از مردم میگن که خب ما تجربه کردیم شده، ما تجربه کردیم و شده. خب اگر همین رو مثلا میگن که ما 40 بار تجربه کردیم، به طور مثال سوره یاسین رو برای یک مشکل خواندیم که این در واقع مشکل ما حل شده. خب در مقابل تجربه‌ای که شما کردید 40 مرتبه خوندید و سوره یاسین رو و مشکل شما حل شده، ده ها و صدها نفر این تجربه رو کردن، 40 مرتبه سوره یاسین رو خواندن و کارشون انجام نشده. خب اینم تجربه هست، اونم تجربه هست، چرا بر اون عمل نمی‌کنید؟ یعنی این که این خاصیت از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. امام ابن کثیر در تفسیر خودش یک مطلبی از این قبیل آورده که این تجربه شده، اما حرف ایشون معتبر نیست. حرفی که مستند از قرآن نباشه، مستند از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نباشه، حرف هر کسی باشد برای ما قابل قبول نیست. یعنی نمیتوانیم که این تجربه را و این حدیث رو نسبت بدهیم به رسول الله صلی الله علیه و سلم. امام مالک رحمت الله علیه میفرماند کل یؤخذ من قوله و یرد الا صاحب هذا القبر. همه انسان ها قولشون قابل رد و قابل قبول مگر صاحب این قبر، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم که حرفش قابل رد نیست، باید قبول بکنیم. کسی دیگری، هر کسی هر حرفی بزنند، هر تجربه بکنه، تجربهش برای خودش هست، برای ما دین نیست و ما اجازه نداریم که از نظر شرعی بر تجربه اون عمل بکنیم به این امید که این فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و همان گونه که عرض کردم در مقابل تجربه های زیادی شده که سوره یاسین رو 40 مرتبه خوندن اما هیچ خاصیتی هم در واقع نداشته و مشکلی رو هم در واقع حل نکرده. یک نکته خیلی ظریفی در اینجا وجود داره که احیانا انسان بر یک مطلبی باوری پیدا میکنه، یقین پیدا میکنه، بر گفته یک مولایی، نمیدونم یک تعویض نویسی، یک حرفی رازون میشنود و 100% بر اون یقین پیدا میکنه. به خاطر اون یقین 100% که داره، اون اخلاصی که داره، اون خضوع و خشوعی رو که داره، چه بسا احیانا الله متعال در واقع این حرفش رو یا اون مقصودش رو برآورده بکنه. مثلا به این یقین 100% رسیده که یاسین رو 40 مرتبه بخونی مشکل حل میشه. اگر همین یقین رو با سوره فاتحه داشته باشه هم مشکل چه بسا که در واقع حل بشه. یعنی احیانا انسان میرود در پیش یک قبری، در پیش یک مورد دیگری، به طور مثال به اندازه‌ای که در پیش این قبر و فلان امام و امامزاده در واقع حضور قلب داره، خشوع داره و خوف و رجا و بیم و امید داره، در پیشگاه الله متعال نداره. چه بسا که به خاطر این مورد الله متعال اونو دوباره در این زمینه در واقع امتحان بکنه. پس بنابراین انسان این بستگی به اون باور قلبی داره. اگر ما در دعاهای دیگری که داریم، یعنی الله متعال در حدیث قدسی میفرماند که انا عند ظن عبدی بی معه، من اون گونه ام که بندم به من گمان میکند. چه بسا یک انسانی گمان دعا میکند، یک عمر هم دعا بکند، اما باور و یقینش این است که الله دعای من رو قبول نمیکند، بدگمان از به پروردگار خود. خب الله متعال قبول نمیکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند که ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه. الله متعال را دعا بخونید و دعا بکنید در صورتی که شما یقین به اجابت داشته باشید. یعنی اگر شما ظنتون و گمانتون این باشه که الله متعال قبول میکند، الله متعال قبول میکند. اما وقتی که شما دعا میکنید و خودتون رو تلقین میکنید که الله متعال این دعا رو قبول نمیکند، الله متعال هم چنین چیزی رو قبول نمیکنه. این در بسیاری از موارد این تلقین ها برمیگرده به اعتماد بسیاری از خود این مردم. یک لطیفه از در این زمینه تعریف میکنند که میگند یک مولایی به یک گروه از مردم گفت که شما میتونید بر روی آب راه برید، بسم الله بگید، یقین داشته باشید از این آب اصلا غرق نمیشید، میتونید رد بشید، بر روی آب راه برید. میگند که نمیدونم صحت سخمش، البته یعنی پیامش یک پیام جالبی هست. همه مردم اومدن بسم الله گفتند و از روی آب رد شدند.
نوبت خود این ملا که رسید جرأت نکرد، هرچی بسم الله میخونه میره داخل آب میره که فرو میره در ریزه، یعنی که خودش به حرف خودش یقین نداره، باور نداره. اما اون انسان های ساده لوحی که باور کردن و یقین کردن، الله متعال انا عند ظن عبدی بی، بر اساس خود باورشون یقینشون با اونها در واقع عمل میکنه. در مورد سوره یاسین هم همین گونه هست که عرض کردم، هیچ گونه حدیثی برای در واقع فضیلتش، برای این که 40 یاسین بخونید مشکل شما حل میشه، هیچ گونه چنین دلیلی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست و جایز هم نیست که این مطلب رو ما به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت بدیم و بر این بدعت در واقع مناسب نیست که انسان پایبند باشه و چنین باوری رو نباید انسان داشته باشه.